السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية. برادران و خواهران نهایت گرامی و مستمعین کانال سوال و جواب، خوش آمدید. همیشه در حفظ الله تعالی بوده باشید و از الله تعالی بار بار می خواهیم که آنچه که از بندگی و عباداتی را که برای الله انجام می دهیم، الله این عبادات از ما قبول بفرماید و همچنان آنچه که در دین الله تعالی بیان میکنیم و کوشش داریم و میشنویم، الله تعالی همه از اینها را از ما قبول بفرمایه و ما را توفیق مزید نصیب بکنه که بیشتر بتانیم دین الله را بیان کنیم و بیشتر دین الله را بشنویم و قبول کنیم و با او عمل کنیم و الله تعالی ما را استقامت نصیب کنه که به این دین مستقیم بوده باشیم و همیشه پابند بوده باشیم و الله ما را به همین دین از دنیا ببرد، خاتمه نیکی نصیب کنه و مقام و جای ما و همه شما را در آخرت جنت الفردوس بگرداند. آمین. برادران و خواهران نهایت محترم، البته میدانید مدتی از کانال سوال و جواب الله تعالی مسئولینی که کانال اجری بزرگی نصیب کنه و توفیق بیشتری نصیبشان کنه که اینها وسیله هستند و یک رابط هستند بین ما و شما، که آوازی را از این کانال در جواب سوالهایتان میشنویدید. البته آوازی که چهره نداشت، نمیشناختید این آواز کی است. بعضی از برادران خواهش کردند که باید ما امی برادر را بشناسیم و بعضی ها لقب استاد دادن. ما خواهش میکنم به استادی و به لقب تا به حال من نرسیدم، استادم نیستم، لطف شماست. یک برادری دینی شما و برادری کوچک شما در خدمت شما قرار دادم و خواهش شما البته خواهشی بسیار بجا و از دل ما استقبال میکنم. حق دارید که کسی را برای دین خود امین میدانید و از او سوالات دینی خود میشنوید، باید بشناسید. به حقتان است که کی است، از کجاست، چه کاره است. به هر صورتی قبل از تعارف میخواهم آیتی را که تلاوت کردم در متلقی از این آیت چند کلماتی عرض کنم و بعد از او تعارف خودم انشاءالله میکنم. الله تعالی در این آیت همه بشریت را صدا میزند، ندا میکند، میفرماید: یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یقینا ما شما را آفریدیم، پیدا کردیم از یک مرد و یک زن. این مرد و زن کی است؟ در آیت های زیادی تفصیل آمده که یکی را آدم میگن و دیگری را حوا. اصالت ما و نهایت ما هممان، چی عرب باشیم، فارس باشیم، ترک باشیم، دیگر اقوامی که در دنیا زندگی میکنن، همه ما برمیگردیم به این دوتا آدم. این به این معناست که ما از همدیگر دور نیستیم، نزدیک هستیم، ولی زمانها گذشته که ما در دور قرار گرفتیم، اشکال مختلف گرفتیم و زبانهای مختلف گرفتیم و در مناطق مختلفی جاگزین شدیم و وطن گرفتیم و را از یکدیگر دور شدیم. با او خاطر فعلا یکدیگر را نمیشناسیم، مجبور که یکدیگر را به تعارف کنیم و با تعارف ضرورت داریم. با او خاطر الله تعالی میفرماید: و جعلناکم شعوبا و قبائل، یعنی از این دو تا انسان به این مدت، بعد از مدتی که الله اینها را آفرید و نسلی از اینها را بیشتر کرد، قبیله ها ساخت. چقدر قبایل زیادی در دنیا از این دو تا انسان انتشار یافتند. در داخل یک قبیله های بزرگ
چقدر قبیله های خرد کوچک دیگری وجود دارد. همه قبایل به خاطری چی است؟ آیا ما بالای یکدیگر افتخار کنیم و دیگرها را یکدیگر را باید حقیر بشماریم، مسخره کنیم؟ نه خیر، فقط لتعارفوا، تا اینکه یکدیگر را بشناسیم. فلان فرزند فلانی از قبیله فلانی و قبیله فلانی از اصل قبیله از فلان جا یا از فلان شخص، و به سلسله اخیر هم همه ما شما قبیله به قبیله و آدم علیه السلام می رسیم. و در جمله بعدی الله تعالی می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی شما اگر هر چیزی با باشید و قبیله خوب داشته باشید و نسبی خوب داشته باشید و در میان مردم معتبر باشید، سرمایه و زندگی و هیکل زیبا داشته باشید، نزد الله تعالی این چیز معتبر نیست. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم. یعنی الله تعالی به جسم شما و چهره شما نظر نمی کند، بلکه به قلب شما، که قلب شما اصلاح هست یا نه. اگر این قلب اصلاح بود، همه اندام انسان اصلاح هست. پس نزد الله تعالی همون شخصی که قلبش اصلاح بود و تقوا و پرهیزگاری داشت، از خدا زیاد ترسید و به دین الله تعالی زیاد عامل بود، همون شخص نزد الله مکرم است، معزز است، فضیلت و برتری داره. البته باید ایرا بدانیم هر شخصی که تقوا و پرهیزگاری داشت، ولی از او جایز نیست که بالای دیگرها فخر کنه و دیگرها را مسخره کنه. ما متقی هستم، ما پرهیزگار هستم، ما عامل دین هستم. نه، این تقوای از این اکرمکم عند الله اتقاکم، نزد پروردگار این مکرم و معزز است. و ما هم نمیدانیم که عباداتی را انجام میتیم، این عبادات نزد الله مقبول است یا نیست. پس کلمات مختصری عرض کردم که همه ما شما را یک انسان یا دو تا انسان که در اصل آدم و حوا هستند جمع میکنه و بعد زمان و اینقدر مدتی طولانی که ما از هم جدا شدیم و دور شدیم و در منطقه‌های مختلفی قرار گرفتیم، قبیله‌های مختلفی جور شدیم و خاطر یکدیگر را نمیشناسیم. خوب است که تعارف کنیم. بنده که در خدمت شما همیشه قرار دارم و آوازی من از یاد شنیدید، اسمم شهید الله است. نام من شهید الله و نام پدرم سید محمد و سادات تخلص میکنم، از قوم سادات هستم. در اصل یعنی برمیگردیم به آل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. البته از بابی افتخار و از بابی همچنان برتری نه، فقط به خاطر تعارف پیشتر اشاره کرده. من از دولت افغانستان هستم، ساکن افغانستان و از ولایت بدخشان که در هممرزی کشور تاجیکستان و همچنان یک جزء کمی به چین و پاکستان هممرز است. در این ولایت ساکن هستیم و از خردکی تقریبا 9 ساله یا 10 ساله بودم که رهسپار کشوری پاکستان شدم با خویشاوندان و اقربا. در وقت داخل افغانستان نارامی بود، جنگ بود متاسفانه، و در اونجا رفتم مسافرت کردیم در دیار غربت. ابتدا کلام پروردگار را حفظ کردیم، الحمدلله حافظ قرآن هستم، و بعد از او الله توفیق داد یک مدتی در پاکستان درس خواندیم و باز لطف و کرم الهی بوده در سال 1426 هجری قمری در جامعه اسلامی مدینه منوره، دانشگاه اسلامی مدینه منوره، اینجا قبول شدم در مرحله دانشگاه. اینجا الحمدلله از او سال تا به الحال یعنی 15 سال میشه تقریبا و در اینجا درس میخوانم. مرحله جامعی یعنی دانشگاه را اینجا تمام کردم 4 سال، باز دیپلم عالی گرفتم 1 سال و بعد از او مرحله ماستری و بعد از او مرحله دکترا که فعلا مرحله آخری دکترای ما است. تقریبا یک چند ماه مانده. الله ایره برای ما آسان بگردانه و این پایان نامه را نوشته میکنم و بعد از اون مناقشه میشه دفاعیه و انشاءالله که از این جامعه اگر عمر باقی بود فارغ میشیم. باز کجا قرار میگیریم الله بهتر میدانه. الله تعالی این همه
جهدی که ما کردیم، تلاشی که کردیم، درس خواندیم و عمر خود در درس تیر کردیم از ما قبول کنه و الله تعالی همه شما را هم توفیق بدهد که به دین الله تعالی علاقه داشته باشین، شوق داشته باشین و الله تعالی همه ما شما را به همین دین استقامت نصیب کنه و از دنیا به همین دین ببره و در روز قیامت در جنت هم با هم بوده باشیم و از قصه ها و شیرینی های جنت لذت ببریم. بارک الله فیکم.